این مسئله از بد به حالا بچگی من، از همون زمانی که من بچه بودم خب در من وجود داشت. میدونستم که من میل آنچنانی به غیر همجنس خودم ندارم. این مسئله ادامه پیدا کرد تا دوران راهنمایی و دبیرستان من. حالا به فضاهای اینترنتی و مجازی آشنا شدم و اینها کم کم به این کلمه گی آشنا شدم. اون لحظه خیلی ترسیدم، یعنی شاید تو یکی دو روز فقط گریه میکردم. usually go out, go clubbing and have fun. Do you do so? چند بار رفتم، چند باری، شاید 4 بار یا 5 بار رفتم. صحت بو جابنا عطرك وجيت وانت متفضل عليا، صحت بول صوت بي يا حبيب يا حبيب انا حبيبك يا حبيب